سلام، اومدیم با ویدیو جدیدمون. این ویدیو قرار مالتی پلیر بازی بشه و قراره که طرفدار زیاد بده کنم. پس آخر این ویدیو بمون و لایک و سابمون حتما بکوبیم. من اینجا یه طرف ساختم که توی شاپم بود، بعد این شاپم ناموفق بود و منم برای اینکه لج کنم با ساکنان این شهر اومدم اینجا رو اینطوری کردم که البته میدونم عاقبتش چیه، ولی خب باحال و خوش میگذره. بعد اینجا قراره که حسابی بتره کنیم دیگه. این ویدیو کلا برای همینه، قراره که سورپرایز کنیم اینجا که بیاد بیفته این داخل وسایلشو برداریم در بیاریم. سورپرایزی خیلی خفنی بشه. حالا بذار اینجا الان ببینیم کسی هست این دورو برم مورد نبینیم. با اینجا این طرف میزنیم اوضاع خیلی میشه چون من به این رفیقمون یک TPA دارم برم پیشش. بعد همین داریم میرسدن بالا به اوج برسیم. الان درستش میکنم. ای بابا این خونه قدیمی من خدا رحمتش کنه. این یارو چیدا باز اومد. الان یکم خونه گذاشتن ازش سخته، باز از زامبی و اینا راحت میشه رد شد، ولی اینا نه، اینا خیلی سخته. به این یاروی پیام بدم ببینم چی میگه. بذار بهش بگم منم بفرستم اونجایی که هست. ما کلی چیز داریم زحمت کشیدیم رفتیم خونه ساختیم. من ولی خب راستی الان چیزه، الان نمیشه تر. کلی چیزای خفن دیگه. اینم شهریه که نزدیک هم اینجاست، خیلی بزرگیه. تمام ساکنای اینجا منو میشناسن. حالا این شهر خصوصیه، نمیشه به کسی بگم چیزشو، ولی خب موقع خونه که دارم اینجا خونه من فعلا میکنه که در داغون هست، ولی خب باحال اینجا مثلا شالکر اینجا زیاد بود، 7-8 تا بود شالکر اینجا، ولی خب بردیم فعلا به همون خونه که داریم میسازیم یه جای دیگه. الان کل خونه فعلا همینه که این پیام داد. بذار برم پیشش. خونه نه خیلی بزرگه، اینا قلمه. این نوع خونه که داریم میسازیم بیشتر قلعه میخوره تا خونه. یا خدا اینجا کامبت بازی داریم. کامبت من پرواز میکنم کامبت تا الان به اینجا رسیده. خودمون تیم ویدیو 5 ساعت فقط چیز کردیم، ریکورد کردیم که بتونیم اینجا رو بسازیم و ویدیوشو بگیریم. من کلی رفتم ویدیوی ترسناک گرفتم و اینا. حالا یکی از ویدیو ترسناک هم به چند آپارات هم کردم و دو صفحه اصلا بریم ببینیم. ما دیروز هم داشتیم به این کار میکردیم، ولی خب فرصت ویدیو گرفتن نداشتیم. بسی دلیل اکسپرنشن ها رو همچنین اتفاقای خیلی زیادی افتاد نشد. بعد همین دیگه بودم میکنم که روش کار میکنم که بهبود پیدا کنم. هم از نوای فعلیشه که نشونتون دادم. الان باید بریم سراغ یک سری کار دیگه. این سرور گیم آف سرور خوبی انصافا ازش راضیم. بین سرور که رفتم از 6 تا سرور رفتن، تی اکس ماین و اینا. بعد از اینجا خیلی راضی بودم. حالا مثلا چیزایی که تو ساختم، شهر ساختم تو این مدت، ولی ویدیو نگرفتم. یک چنگی تازه واردم مثلا مسخره میکنم. الان تا این ویدیو ممکنه بعضی از بچه‌ها پیدا باشن میگن که مثلا تو فلان نوبی. من نوبم. من نوبم چون تازه اومدم. قبلا بدروک بازی میکردم
و اصلا برنامه در مطالعات جاوا نداشتم. بعد خلاصه که آره دیگه این کمکی داریم میریم بالا فعلا ساخت و ساز با ایشونه، چون که بالاخره نقش ما رو اینه مثلا. بعد اینجا از ارتفاع هم بیفتی هیچ محاله بشه. خب چون که من رفتم اکانتم رو وصل هیچ دادم، شمشیر هم ندارم که وصلش بخوام اینا رو کردم باش نگاه کنید. بدارم. الان نیم تگم نمیاد اون. بعد اکانتی که لینک کرده الان باعث شده که ربطی به زره هم نداره ها. الان مثلا نگاه کن دیگه خیلی رفتیم بالا. طبیعتا هر زره‌ای از هر اتفاقی بیفته نابود میشه، ولی خب این تنظیم شده که به عنوان چیز اصلا نابود نشه وقتی که میفته. الان مثلا نگاه کن حتی دمج هم نخوره، اگه میخوام بدون زره هم تست میکنم جای ندارم. اینجا خوبی که داره اینه که توی روم که بیای پیش هیچ وقت نمیبینی، یعنی فقط مابا میتونن تو رو بزنن، فقط بقیه چیزا نمیتونن بزنن. بعد آره دیگه اینجا احتمالا قرار بلوزه بگیرم. مثلا با ارتفاع بالا بیاتی هیچ چیز نمیشه. ما کل دیروزمون از ساعت تقریبا کنم دو یا سه بود. آره دیگه سه بود، گذاشتیم تا ساعت 8:30 شب داشتیم اونجا رو میساختیم و کلا فقط همین قدش رفت بالا، چون که مابا خیلی زیاد بودن اینجا. الان ترش گذاشتیم به خاطر این دور و بر کسی نبود. بعد به خاطر همین خیلی اینجا ماب میاد، همین که میگیم همین همیشم بتونه زنده بتونه کیلوتر اینجاست. بعد به خاطر این تعداد مابایی که اسپان شدن خیلی زیاد بودن و نمیتونستیم زیاد مقاومت کنیم، یعنی خود من که زیاد مردم. خیلی نمیدونم گل دادی چقدر مرده بده برم حالا یه چند تا من این چیزی ویدیو رو دوباره زدم. صدا گذاری کردم چون که توی چیز صدا کم افتاده بود، یعنی دیر فهمیدم. یه بخش ویدیو به بعد یادم افتاد که صدا رو یادم من رفت نمیخوام تنظیم کنم، خودم زیاد دوباره درستش کردم. من نمیخوام خودم زیاد بالا نشون بدم. مثلا نگاه کن این اتو خورد و یکی اومد گفتش که من تا راست بره فرستادم اینجا رو خالی کرد، اگر اینجا خودت بتونم اینجا خورد. اینا همه اجناس غارتیه. یعنی هنوز هست میتونیم یکی بریم به من صبح تا گفتش که اینجا میخوام چیز کنم با چوبا و اینجا اینا. اونجا باید پلی بعد بدم آره اینا، دیگه گفتم باشه بیا پلی بدم اینا. اومد یارو چیز باحاله کرد همه ولی رو سفن برداشت برد. اینجا. خودش اشکال نداره، گفتم نه مشکلی که نیست، فقط چیز کردی دیگه همه رو بردی. کلا لیمیت نمیاد به خاطر نه اینکه گفتش دور و چیزی برش اب خیلی نداره و اینا، سرسباست. بعد دیگه رفت. به خاطر اینکه نمیتونی اینجا نمیاد. سرور انصافا جذابیه از نظر گرافیک چیزایی که داره. بعد اینجا خیلی هاتون مطمئنم نمیدونی چجوری هاپر رو باید بیاری، به خاطر اینکه هاپر رو که باید بیاریم باید بریم اینجا پولتون اول باید زیاد بشه. اینجا زده پول توی چیزش منوش زده پولتون مقدار بالایی که میتونید کلایم کنید رو بعد زده. توی بعد چیز میزنیم شاپ رو نیازمند میزنیم. خب لول بالا هستیم با توی فاصله شاپ، دارم پول میگن شاپ لول رو پول میزنیم. زیاد هستیم. هاپر الان کجاست؟ مثلا خوبه روی وقتی اون منوی دلستون. کناری بعد این همه داره چیز زده، هفت مثلا هزار دلار اسم 500 یوزرتون و میخوره. پولی که دارین، حالا من چون لولی که پول هستیم دارم و کلاین بلاکی که داریم. بذار اول یه چیزی بعد اضافه میره تو اضافه کنم. ردستون این هاپر رو اونجا میزنی سفارش مثلا میدی، گوشت زامبی که بعد طبیعتا به کارم نمیاد. روش که میزنی حالا این دکمه نمیدونم با میاد برات، استفادهش همونو چون میزنی تا حالا تمام، اومدم دارم یاد بعد میگیرم. برات میاره. ولی خب به کار من اینجا حالا نمیاد. من چون گوشت زامبی جانبشین زیاده گوش طبیعتا زامبی رو تو این دراپ کردن که منطقه. به کارم نمیبرن، یعنی باید تا یک شب خود گوشت زامبی جمع کنم. دیگه کمه که جا بعد داشته باشه. آره این از این میام اینجا هاپر رو برمیداریم. این هاپر فقط اینجا میتونی بسازیش، این اصلا نمیتونی که این رفتش هاپره، کنی. مثلا هم این نگاه کن هاپره رو برمیدارم بذار میارم اینجا. مثلا نگاه کن کرافت کردن هاپر چجوریه. اینجوریه تو قاعدت سازش رو وقتی که اینجوری کرفتش کنی میاره، ولی اینجا نمیذاره هاپر اینجا کرفتش نمیشه کنی. کرفت کرد. الان مثلا شکل هاپر کرفتش اینطوریه ولی خب اینجا اینجا خب نمیشه. یه سری از آیتم ها حالا نمیدونم فقط هاپره یا نه، اما چیزی که میدونم اینه که اینجا هاپر نمیتونی بسازی. بذار ببینم تو این چسته چیزی میاد یا نه. بذار الان درستش میکنم. به من میگن سلام کلوفته، من سلام چیش کلوفته آخه یک ذره سره دارم.
بعد یادم رفته این جلو رو چندان دارم رفته بذارم بالا. این دور و بر زمین زیاده ها، یعنی من اینجا از یکی از رفیقام گرفتم این خونه رو، بعد خیلی داغون داشت، یعنی دو سه بار هم یکی اومد خرابکاری کرد. حالا نمیدونم لج داشت با من چیکار کرده بودم چه کارایی کرده بودم نمیدونم، ولی اومده بود داشت داغون میکرد خونم. الان کاری پول که من کرایه کردم این نداشتم، بود خودم هم که نمیتونستم بخرم. این دوتا رو به هم دیگه بعد لینک اومد دو کردم، سه یعنی بار به خونه چست کامل خراب عقب‌تر کرد، لینک اینجا کردم. اصلا بلاکاش عوض شده، مثلا وگرنه چیزایی که این رنگی اینجا نبود. هست اون چست دیگه نداره. پترو اینجا چست چیز بود، اونه. سبزه بود، یه دریچه بود میرفت بالا. البته بعد هنوز دارم همین انجام میدم، دارم گره این تستش دره میکنم، رو ممکن خودم نرفته گذاشتم. باشه. بعد این اتاق هم بعدش خوب نبود. اینجا هم که خونه بزرگمه. نه نرفته باید چست جدید بسازم. کفش این چند تا اینجا یک تیبل و اتاق این ایناست. چنده، همه چی اینجاست، این چند این تیبل و چیزا اینا، فرنیسا و اینا همه گاز اینا اینجاست. همه چی اینجا هست. که یکم که بهتر بشه اتاق. من نویز کنسلینگم خراب شده، اگه نه برای نویزی که دور و برمه حتما نویز کنسلینگ میدادم. شد انقدر لگ خوردم. چه لگی میزنه بازی. خب داشتم میگفتم الان رفتم یک من ترپی ساختم تنظیم توی کنم شهر الان یکی از چیز میکنم. دوستان. حالا قرار بود این ویدیو برای قافلگیری اون باشه. بعد خیلی باحال شده، خوبی که داره اینجا هاپرها میتونن لینک بشن، یعنی چه هر جا باشه همونجا میاد وسایل شوتش میکنم اونجا. حالا قراره که چیز کنم دیگه، باحال بشه استوری. یه تیپیه بدم بیاره بیل کرایم بیارم. سر سی پی خوش ایشالله که یکی از قربانی ما بشه، نیاز داریم. صدر سی پیه رو حوالایی بزنم چی میشه؟ امکان پذیر نیست. السلام 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 السلام. بدترین چیزا همینا. کاریه کیه؟
فضا STP. خب قول میدم اینه اگه کسی رو اینجا چیز راه دادن بهش تراس هم میدم، قول میدم که ناراحت نشی. تو تراس ندی سب کن. اصلا تراس نمیتونم بدم، کلایمش دست توه. عملی سوال کلایم کردی دوباره اینجا رو؟ اینجا میخوام کلایم کنم پول ندارم، حالا باید سب کنیم پولش بیاد. بعدم به ازای هر 100 کی ما باید 10 کی بدیم و عملی حواصل هست فقط هر چه 100 تا 10 که خیلی گرونه. کلا زمین خیلی گرونه. من چند روز پیش یه دونه شاپ ساده دادم 107 تا بلاک بود، بعد کم آورده بودم میگفتش که 107 تا بلاک نیازمند مونده که چیز بشه، بعد خریدم پولم ته کشید خونه. الان این شیشگاه اگه میدادی من تونستم اینجا بخرم. ما چیکار میکنی؟ من شیشگاه تو من میدادی من تونستم اینجا رو بگیرم. الان کابل نیست کلایمش اینجا؟ پول نداریم، ما پول نداریم کلایم. مگه اینجا دیروز کلایم نگرفتی نخریدی؟ این بزرگتره، نصفشو بیشتر نتونم کلایم کنم. ولی خب نصف بیش کلایم نیست. ولی خب به هر حال دادم در نمی اومد. نه سب کنم اگه این کار کنم چی میشه. عملی عملی الان کلا چند تا چیده الان؟ کلا چند تا بلاک کلان کردی؟ بدون 1320 تومن من دارم. خب خوبه که 1320 تا. خب کمه، این خیلی بزرگتره. مطمئن از 1000 تا بلاک بیشتره؟ کلایم شد شد. کلایم شد؟ آره 8. ولی خب خیلی کوچیکی، باید بزرگترش کنم. آره خوبه که این خوبه بازم. کلایم شد تراست کنم. ولی خب من میبینم دیگه. ولی خب نصف درش بیرونه نه؟ حتی نه نصف درش میشه. این چی میشه؟ چیه؟ چی هست این؟ اگه اینو میزدم تونستم بگیرم. این خودم من رفتم دیگه، مثلا خدا نگهدار. اوک خداحافظ. خب این بود از این ویدیوهای ما. اگر خواستیم این بقیه‌اش هم داریم میسازیم، حالا تو قسمت‌های بعدی، حالا فردا پس رو میگیرم بازم میذارم. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه این ویدیو. خداحافظ همگی.